روز 1 آگوست سال 2024 روسیه با آلمان و آمریکا و دیگر کشورهای غرب محبوسان را عوض کرد. تبادل محبوسان در فرودگاه انقره صورت گرفت و 10 نفر از آنجا به مسکو و 4 نفر به آمریکا و 9 نفر به آلمان پرواز کردند. روسیه 16 نفر از جمله سیاستمداران مخالف ایلیا یاشین و ولادیمیر کارامورزا، حامی حقوق الک ارلوف و ژورنالیست نشریه آمریکایی The Wall Street Journal ایون گرشکوویچ و خبرنگار رادیوی آزادی آسو قرمشی و شهروند آمریکا پول ویلن و باش چند تن از فعالان مخالف را رها کرد. کشورهای غرب به نوبت خود 10 شهروند روسیه از جمله ولادیمیر کراسکوف را که در آلمان برای قتل یک چچنی تبار زاده گرجستان به حبس عمرباد محکوم شده بود آزاد کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خودش شخصا در فرودگاه ونوکوو محبوسان آزاد شده را پیشواز گرفت و وعده داد که آنها را با اردنهای دولتی سرفراز خواهند کرد. میخوام به شما برای صداقت به سوگند و قرض خود به وطن اظهار سپاس کنم. وطن شما یگان لحظه شما را فراموش نکرده است و اینک شما به خانه برگشتید، گفت پوتین خطاب به برگشتگان. پرزیدنت آمریکا جو بایدن و نایبش کامالا هاریس نیز آزاد شدگان را شخصا در پایگاه هوایی اندریوس واقع در شهر کمپ سپرینگز ایالات مریلند در 24 کیلومتری جنوب شرقی واشنگتن استقبال گرفت. بایدن گفت در مسئله تبادل زندانیان با پوتین یگان بار صحبت نکرده است. تبادلی که آزادی آنها را تامین کرد یک کارنمای دیپلماتی بود، اظهار داشت بایدن. مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل امنیت ملی جک سالیوان گفت قرار بود در چارچوب این تبادل رهبر مخالفین روسیه الکسی ناوالنی نیز آزاد کرده شود، ولی ناوالنی تا این روز نرسید. او 16 فوریه سال 2024 در محبس روسیه به طور مرموز جان داد. یاران ناوالنی مقامات روسیه را در کشتاری او عیبدار کردند و گفتند که با قتل ناوالنی پرزیدنت پوتین از تبادل ناگزیر او پیشگیری کرد.